بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز ارجمند، بهترین پندها این پندهای پیامبر صلی الله علیه و سلم است. احادیثی که ایشان برای ما گفتند و رفتند، احادیثی که آن را محدثان بزرگوار اسلام به چه زحمت‌ها جمع‌آوری نمودند، امروز در اختیار ما گذاشتند. این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم سفینه نجات است. هر کی به این سنت رو آرد و در این سفینه نجات سوار شود و ساحل نجات میرسد. بنابراین بیایید امروز از این سفره حکمت، از این گنجی وصیت ها و ارشاد های نبوی نصیحت دیگری، پند دیگری شنویم. راوی اسلام صحابی بزرگوار حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که یگانه صحابی است که از همه زیاد حدیث روایت کرده و چه زحمت ها در جمع احادیث تحمل نموده، گرسنگی ها، تشنگی ها، ترک دنیا نموده، همیشه ملازمت پیامبر صلی الله علیه و سلم نموده، احادیث را برای طبقه های بعدی امت روایت کردند. این بزرگوار اسلام میگوید اوصانی خلیلی صلی الله علیه و سلم بثلاث. خلیل من یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم را در نظر دارند که مرا به سه وصیت توصیه نمودند. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو هریره رضی الله عنه را و دیگر صحابه ها را نیز، چون این حدیث را باز حضرت ابو دردا نیز روایت کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم این وصیت ها را از حضرت جبرائیل شنیدند اصلا و در اینجا به صحابگان خود و در شخص آنها ضمناً به همه امت این سه وصیت بزرگ را میرسانند. ببینیم که در اینجا حبیب قلب ها، نور دیده ها محمد صلی الله علیه و سلم چه توصیه های به حضرت ابو هریره کردن تا ما نیز به آن توصیه ها چنگ زنیم. گفتن بصیام 3 ایام من کل شهر و رکعتی الضحى و ان اوتر قبل ان ارقد. یعنی حضرت ابو هریره گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم مرا به این سه توصیه مهم توصیه کردن. گفتن از هر ماه 3 روز روزه دار ای ابو هریره. سعی نما که از هر ماه 3 روز روزه داری. در این حدیث این 3 روز به طور مجمل آمده، معین نشده کدام روزها، اما در احادیث دیگر 3 روزی میان ماه هجری، یعنی روزهای 13، 14، 15 که در اصطلاح شرعی ایام البیض نام دارد، که ماهتاب در این شب این روزها خیلی پره میگردد. روزه داشتن این 3 روز از امور مندوب یعنی محبوب در شریعت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به این عمل نیک که نافله است، البته اختیاری است، ولی توصیه کردن، تاکید نمودن. چرا از هر ماه 3 روز؟ چون که یک حسنه پاداشش نزد خدا 10 برابر است. هر کی هر ماه اگر 3 روز را روزه دارد، مثل اینکه 30 روز روزه گرفته. اگر این عادت را همیشه در خود احیا کند، به آن عمل کند، اجرش برابر این می شود که همیشه روزه دار بوده، چون که 3 روز برابر با 1 ماه است. بنابراین از هر ماه علی الاقل یعنی گفتن 3 روز روزه دار و رکعتی الضحى و 2 رکعت نماز ضحا را نیز به من توصیه کردند. میگوید حضرت ابو هریره رضی الله عنه 2 رکعت ضحا، نماز اشراق، نماز ضحا نامی دیگرش، نمازی که بعد از برآمدن آفتاب باید گزاریده شود. یعنی آفتاب وقتا مقدار 1 نیزه در چشم بیننده بالا شود و حساب معاصر حدود 15-20 دقیقه پس از برآمدن آفتاب وقت این نماز می درآید تا قبل از اذان پیشین، باز حدود 15-20 دقیقه قبل از اذان پیشین. این فاصله وقت این نماز است. این نماز خیلی نماز بزرگ، خیلی نماز پر اجر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم دائما این نماز را می‌خواندند، گاهی ترک کردند، ولی اکثر عمر خیش این چنین صحابگان، تابعین، بزرگان به این نماز مواظبت داشتند.
پایبند بودن. اقلش 2 رکعت است، بهترش 4 است، حد اکثرش بعضی فقها 8 رکعت است گفتند، مثلا فقهای مذهبی شافعی، مالکی، حنبلی. اما نزد فقهای حنفی و اینچنین فقهای از مذهب شافعی نیز به این نظرند که اکثرش 12 رکعت است. هر کی خواهد 4 میخواند، هر کی خواهد 12 میخواند. حتی بعضی فقها گفتن حد اکثر ندارد، یعنی حتی انسان هر قدر که میخواند اختیار دارد. بنابراین علامه ابن عابدین گفتن حد ادنا 2 رکعت است، حد اقل، و ادنى الکمال 4 رکعت است. اولین زینه کمالش 4 رکعت است و بعضی فقها گفتن خوبش یعنی وسطش 8 رکعت. بنابراین عدد رکعات آن در اختیاری بنده است، وابسته به وقتش، وابسته به نشاطش. مهم این عادت رو در خود احیا کنند. احب الاعمال الى الله تعالی ادومها و ان قل. در حدیث دیگر آمده محبوب ترین عمل همان است که اگر چند قلیل هم باشد، اندک هم باشد، صاحبش بر آن مداومت کند، نپرتاید، همیشه آن را انجام داده ایستد، نفسش را به انجام طاعت عادت کناند. و این نماز ضحی در حدیث دیگر آمده که شکری تنصیحتی، شکری عافیت و تندرستی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح دیگر که امام مسلم روایت کردند، من یصبح علی کل سلامه من ابن آدم صدقه. یعنی هر پیوندی که انسان صبح میخیزد و دست و پای او درست کار میکند، دستش میگیرد، قدمش میرود، میانش خم میشود. اما انسان چون این نعمت ها را دائم و به شکل معمولی هر روز میبیند، گاه ارزشش در نظرش کم میشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را به این نعمت دقت ما را جلب میکند که انسان وقتی که صبح میخیزد و این پیوندهایش آنگونه که میخواهد حرکت میکند، این یکی از نعمت‌های الهی بروست که میباید شکرش بجا آورد. بنابراین در ادامه حدیث گفتن فکل تسبیحة صدقه و کل تحمیدة صدقه و کل تهلیلة صدقه و امر بالمعروف صدقه و نهی عن المنکر صدقه. هر یک حمدی که میگوید بنده، هر یک تسبیحی که میگوید، هر یک لا اله الا الله که میگوید، هر جا که امر بالمعروف میکند، نهی از منکر میکند، همه اینها اجر صدقه دارند. گویا شکر این پیوندها را به جا آورده. پیامبر صلی الله علیه و سلم در پایان حدیث به فضیلت نماز ضحی، نماز شروق اشاره کرده، گفتن و یجزئ من ذلك رکعتان یرکعهما من الضحى. جواب این همه را میتواند 2 رکعت نماز ضحی ادا کند. نفری که در این وقت روز 2 رکعت نماز ضحی خواند که حد ادنای آن را پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا ذکر کرده ایستادند، آنگونه که اشاره نمودیم، یعنی شکر این عافیت، شکر این تندرستی که خدا برایش داده و همه این پیوندها که از 300 پیوند بیشتر است در بدن انسان، یعنی اون شخص به انجام این نماز با برکت شکر آنها را بجا آورده. در حدیث دیگری که آن را امام ابو داود روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم در فضیلت این نماز، یعنی نماز ضحی، نماز شروق، گفتن من قعد فی مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول الا خيرا غفر له خطاياه وان كانت اكثر من زبد البحر. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم همیشه به کارهای خیر امت را، ما بندگان را توصیه میکردن، راهنمایی میکردن. هر عملی چه فرض باشد چه نفل تأکید میکردن. اگر فریضه بود البته تأکید زیاد میکردن، از ترک آن هشدار میدادند. اما اگر نافله بود اجر و ثواب آن را به هر گونه، به هر اسلوب بیان مینمودند تا امت نسبت آن عمل محبت پیدا کند، نسبت آن عمل رغبت داشته باشد و آن را به شوق و هوس حاصل گشتن آن وعده ها اجرا کنند. اینچنین در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم در فضیلت نماز ضحی، نماز اشراق گفتن هر کی در جای نماز صبحش را که ادا میکند شیند، بعد ادای نماز بامداد 6 ذکر کند و آفتاب که برآمد 2 رکعت نماز ضحی اجرا کند، ادا کند، لا یقول الا خیرا. در این مجلس البته که به سخن غیبت و تهمت و بهتان مشغول نشود، یا تلاوت قرآن کند، یا ذکر و تسبیح گوید، یا تأمل و اندیشه کند که تفکرم عبادت است.
غفر له خطایاه. پیامبر صلی الله علیه و گفتن خطاهای آن، گناههای آن بنده مغفرت می شود. از این مکافات بیشتر چیست؟ انسان در جای نمازش، در جایی که نماز بامداد رو ادا کرده، البته در مسجد باشد باز بهتر، به جماعت ادا کند و شیند حدود نیم ساعت یا بیشتر و این 2 رکعت نماز ضحی را ادا کند و این مکافات عظیم الهی مغفرت گناهان برایش حاصل گردد، مگر این کم است؟ غفر له خطایاه و این کانت اکثر من زبد البحر. جای عجبش اینجاست، هم تو مجردی مغفرت وعده نشده، بلکه گناهش مغفرت می شود حتی اگر از کف بحر نیز بیشتر باشد. یعنی این کنایه از کثرت گناه، کنایه از خیلی به حساب بودن خطاهای آن نفر. البته اینجا گناه و خطاها گناهی صغیره است منظور، نه اون کسی که مال مردم میخورد، مردم را ظلم میکند و هر جرم جنایتی در حق مردم مرتکب میشود فکر کند که 2 رکعت نماز ضحی که خوانم یعنی صاف میشم. نه، این در مورد گناهانی صغیره است که بین آن بنده و بین خداست. گناههای کبیره توبه مخصوص میخواهند و اگر در آن حقوق مردم باشد بخشش پرسی و برگرداندن حقوق مردم میخواهند. بله، هر کجا که وعده مغفرت آمده، نماز جمعه تا جمعه دیگر کفاره گناه است، رمضان تا رمضان کفاره گناه است، شب قدر و عبادت روزه و غیره، منظور گناهان صغیره است. گناهان کبیره جرم جنایت هایی است که خداوند توبه نمودن را شرط گذاشته و حقوق مردم آنجا اگر پایمال شده باشد بخشش پرسی شرط اضافی دارد. اما اینجا گناهانی که بین بنده و بین خداوند است و گناهان صغیره باشد و این خیلی مکافات بزرگ است که انسان من تقصیری که در مقابل حقوق خداوند دارد در هر قدمش گناه صغیره مرتکب می شود و به چنین عبادت های بزرگ نیاز دارد، حاجت دارد که انجام دهد تا آن صغائر را، گناهان صغیره را از صفحه اعمالش پاکیزه کند. وصیت سومی که اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت ابو هریره گفتند ان اوتر قبل ان ارقد، اینکه نماز ویترم را پیش از اینکه خواب کنم بخوانم. نماز ویتر یعنی نماز طاق. این نمازی که در مذهب حنفی 3 رکعت است به 1 سلام و اشکال گوناگونی نزد مذاهب اسلامی دارد و صحابگان به هر طرز آن را می‌خواندند و این 3 رکعت اختیار عبدالله بن مسعود صحابی جلیل است که مذهب امام ابو حنیفه سرچشمه‌اش به این صحابی می‌رود و این صحابی از پیامبر صلی الله علیه و سلم این طرز خواندنش را آموختند. نماز ویتر نام دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت ابو هریره گفتند پیش از اینکه خواب کنی نماز ویتر را خوان. بله، احادیث دیگر آمده که نماز ویتر را پیش از بامداد خواندن ثواب دارد، ثلث اخیری شب. اما این حدیث در مورد کسی است که خسته است، احتمال می‌رود خواب کند، خسته نمی‌تواند، نماز ویترش فوت می‌شود. اما آن احادیثی که در فضیلت نماز ویتر آمده که در ثلث اخیری شب خوانده شد برای کسی که از خودش باور دارد که می‌خیزم. بنابراین اینجا تأکید بر ادای نماز ویتر می‌شود که از بزرگترین نمازهایی است که دارای اجر و فضیلت بزرگ است. پس این 3 وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را که به صحابگان خویش کردند و ایشان این وصیت ها را روایت کردند تا به امروز به ما رسید، ما نیز به این 3 وصیت چنگ زنیم. 3 روز روزه داشتن در هر ماه و نماز ضحی را اجرا کردن هر روز، چون آفتاب که بلند شد 2 رکعت یا بیشترش 8 رکعت تا 10 رکعت 12 رکعت نماز شروق، نماز ضحی خواندن و اینکه پایبند نماز ویتر بودن و آن را پیش از خواب کردن خواندن تا از دست نرود. در حفظ و امان خداوند باشید.